یکی از سربازان فرانسوی خاطرات خود را از انقلاب الجزایر چنین می نویسد: هنگامی که به دهات می رفتیم و به دنبال افراد انقلابی خانه ها را تفتیش می کردیم، خیلی خجالت می کشیدم، چون که زنان و دختران با دیدن ما به سوی استبل حیوانات می دویدند و خود را با نجاست های حیوانات آلوده می کردند تا ما به آنها تجاوز نکنیم. پناه به خداوند، این بود حال مسلمانان آن روز. واقعا این کار برای زنان و دختران امروز خیلی عبرت بزرگی است. وقتی که زن سر و روی و بدن خود را با نجاست ها و پلیدی های حیوانات آلوده می کند، این خیلی صحنه دردآور است. تنها به خاطر آن که کسی به او نزدیک نشود و عفت خود را از دست ندهد.